موضوع امروز را اختصاص دادیم به پرداخت زکات و به ویژه در ماه شریف رمضان. با این مقصد صحبت می‌خواهیم راست با رئیس شورای علمای مرکز اسلامی جمهوری تاجیکستان سید مکرم عبدالقادر زاده. شما را به برنامه خوش آمدید میگوییم. پرداخت زکات یکی از رکن‌های اساسی دین مبین اسلام شناخته شده است. چرا چنین تاکیدهای پای در پای و چنین یک رکن مهم حسابیده شد پرداخت زکات؟ تقریبا در همه آیات‌هایی که وابسته به نماز است، زکات هم در پای یعنی ذکر شده است. به خاطری که ما 5 رکن اساسی دین مبین اسلام داریم. کلمه هست، نماز است، روزه است، حج است و زکات. یعنی این 5 رکن اساسی با مانند یعنی چیز 4 دیوار یک بنا و اون که کلمه هست بالاپوش سقف. ایمان انسان در داخل این خانه کامل می شود و مسلمان یعنی در دنیا و در آخرت موفق و سعادتمند می گردد. نماز همچنانی که مهم است، یکی از رکن‌های اساسی 5 گونه، و زکات هم عیناً چنین است. نماز عمومی هست و زکات خصوصی هست، یعنی برای انسان‌های یعنی طبقه‌های خاص، اونایی که دارنده هستند هست. لیکن همین اونایی که دارنده هستند مالی به نصاب رسیدگی دارند، زکاتشون رو به کی میدهند؟ با باقی مونده اون کم بضاعت میدهند. یعنی در اینجا جامعه همه مکمل می شود. حالا بسیاری فکر میکنند که پروردگار به من داده است، دوست داشته است، داده است. با اونی که نداده است شاید دوست نداشته است. چنین نیست. پروردگار میگوید که من دادمت به بندگانی نیازمندم بده. من دادمت امتحانت میگیرم، در این امتحان کامیاب باش. میگوید من ندادمت، صبر کن، مهنت و زحمت بکش تا اینکه هم اجر بگیری هم در این امتحان کامیاب شوی. یعنی هم دادن هم ندادن هر دوش امتحان است. هم دادن و ندادن هر دو امتحان است. کامیاب همونی هست در این دارندگی و نداری که دارنده‌ای که میدهد کامیاب می شود و اون نداری که میگیرد و قناعتمند می شود و راضی می شود و دعا میگوید، این هم کامیاب می شود. وقتی که پروردگار اون نعمتی ثروت و دارندگی رو داده است، مال به نصاب زکات رسیده است. حالا نصاب زکات هم یعنی 64000 سومان است. از این 64000 سومان 1600 سومان باید که زکات برآورد در یک سال. یعنی تصور کنید از هر 1000 سومانی 25 سومان، خب در یک سال یک بار 2.5% ولی نه 50% است، نه 40% است، نه 20%، نه حتی 10% نیست. 2.5% از 1000 سومان 25 سومان، 100,000 دارد 2.500. دین مبین اسلام دایم تاکید میکند به خاطری که در بین قومداری و خویش تبرداری الفت و محبت باشد، حتمی میگوید که همون زکاتت رو از ناداری نزدیکت شروع کن. اول به ناداری نزدیکت بده، چرا که اون نادار نزدیکی خودت هست. حالا اون ناداری که دیگر نادارایی که هستن اونا شاید نزدیکی دارن که به اونها بدهن، لیکن به ناداری نزدیکی تو کی میدهد؟ باید شروع از کی؟ نزدیکان خود. نزدیکان خود. حالا به همه اونایی که حتی برادر هم باشن، فرزندی پدر هم باشد، خب این جوان مردی است که از بیرون از زکات بدهد به اپا و خواهر و اکا و دادر این دیگر دستگیری کردن. لیکن مبادا اگر که جوان مردی هم نکرد، لیکن میبیند که حالا نیازمند هم هستند، از مالهای ایلاوگیش هیچ کمکی نکرد، پس حداقل در یک سال یک بار از همین زکاتش جدا کند. اونایی که برادرش هست، اکاش، دادرش، فرزندی پدرش، فرزندی مادرش، لیکن زندگیشون علاهیده باشد، به این وابستگی نباشند، کارگری این در خانه این نباشند،
یعنی در همین صورت ممکن است که با اپا با خواهری که حیاتی مستقلانه دارند زندگی خانه علاهیده دارند و زندگی مستقلانه دارند درست است با اونها بدهد. با عمومی ندار این هیچ شرط قیدی ندارد، باید که بدهد. تمام. با خویشاوندان اکا و دادر، اپا و خواهر. لیکن با پدر و مادر، با فرزند، با نبیره، یعنی با پسر، پسری پسر، پسری پسر، با پدر، با پدری پدر، با پدری پدر چند بالا برد یا پایان برد، زکات درست حلال نیست. باید که از مولش، از دارندگیش تأمین کند اونا رو. ماشینی که سوار می شود و برای فرزندش خریدگی هست، یا یک نفر 5 ماشینی دارد که برای شکار یک تاش، برای کوه یک تاش، برای نمیدونم شهر یک تاش، برای سفر یک تاش، همه اینا رو سوار می شود. برای هیچ کدوم اینا زکات نیست. لیکن ماشینی دارد، 5 تا ماشینی دارد برای فروش، همه ای رو باید که نرخی اینا رو، نرخی ولو خریدگیش رو نی. فرض کردیم 100,000 خریدگی است، ماشین رو میفروشد. ماشین از 100,000 این خریدگی هست، فرض کردیم تو 120,000 130,000 سومون در بازار می رود. مدومی که 130,000 سومون می رود، ولو 100,000 خریدگیش باید حساب نکند، حساب میانه رو حساب کند. حالا 115,000 حساب کند و زکات 115,000 رو بدهد، یا 120,000 حساب کند، 30,000 می رود، 130,000 می رود، 120,000 حساب کند. به خاطر چی؟ شاید 120 برود، شاید 130 برود، ولی نامعلوم است. برای همین یعنی این احتیاط رو هم میگیرد، به نظر میگیرد 120,000 حساب میکند، در بازار 130 هست، 120 حساب میکند، یعنی این حساب میکند زکات میدهد. چی خونه باشد، چی ماشین باشد، چی هر اشیایی که برای فروش باشد. یک روز یک نفری نزد من آمد گفت که من اوهمپوره زیادی دارم که نمیدونم برای فروش است، یعنی یه خرید و فروشی اوهمپوره دارد، ولی نمیدونم که چقدر نرخ است. من گفتم نه، ممکن نیست. خودت تخمین بزن ببین که همینجا چند تن اوهنی یعنی اوهمپوره هست و هر تونش چند سومون هست. با نرخ امروز. با نرخ امروز، با نرخ خریدگی نه، شاید بیشترش رو بی پول گرفتگی است. با نرخ فروشی امروز حساب کن که تخمین اکثریت گمون کدام نرخی که رفت، اکثریت گمون رو به نظر میگیرید، اون رو حساب میکنید، زکات اون رو میدهید. نفرانی که خانه های اجاروی دارند، چندین خانه دارد از احتیاجات خودش بیرون اما به اجاره داده است، بیشتر پرسیده میشد. اگر با استفاده از فرصت در اطراف همین یک چیزی میگفتید. خانه ای که در اجاره دادگی است، اگر خانه برای فرزندی خردسال 1 ساله اش هم باشد یا 5 ساله اش باشد که حالا 20 سال بعد شاید که اون خانه رو استفاده کند. بله. اگر مدامی که برای خودش گرفته است یا برای فرزندش گرفته است، برای فروش نباشد، از اون زکات نیست. فقط از پول اجاره پولی که جمع می شود در پسندازش، عمومی پسندازش رو حساب میکند. حالا بعضی فکر میکنند که باید کیلو 85 گرم باشد، نقره اینقدر باشد، پول 64,000 باشد، از اینش اینقدر باشد، بعد هر کدومی رو نه. تمامی اشیا و پسنداز، هر چیزی که به فروش می رود یا در گردش هست یا برای فروش هست، در خانه اش ذخیره کردگی هست، چی سومون و چی دلار و چی یورو و چی هر چی که باشد، چی قالین و چی فرض کردیم یگون یخدان و چیزی که باشد که ثروت هست و دارندگی هست، هر وقتی که بخواهد میفروشدش. همه این رو حساب میکنه، در مجموع میشود 100,000، در مجموع میشود 500,000، در مجموع میشود 1,000,000، چندی که شود در مجموع حساب میکنه پول اون رو، از جمله همون مبلغی که از اجاره خانه به دست اومدگی است، در پسندازش جمع شدگی است، همه رو در یک جایگی، اگر 100,000 باشد فرض کردیم 2,500 سومون زکات میدهد، 200,000 شود یعنی 5,000 سومون زکات میدهد. یعنی در مجموع دارندگی رو حساب، در نوبت اول حساب میکند که مولش به حساب 64,000 تمام اشیایش رو حساب میکند. اگر 64,000 سومون شد، از هر 1,000 سومونی 25 سومون دادن میگیرد. اجاره خانه مبلغی که به دست میاد از اون زکات میدهد، مدامی که اون خانه برای تجارت نباشد، برای فروش نباشد، از اون زکات نمیدهد. لیکن اگر خانه برای تجارت باشد و انتظار میشود که یک مبلغ خوبی مناسبی زیاد به دست میاد، بعد میفروشم، تو فروختنش هر سال یک باری زکات میدهد.
به همین مناسبت یک چیز دیگر برای خانم‌ها. خانم‌هایی که زر زیور دارند تیلووری، اگر از 85 گرم زیاد باشد هر سال حساب میکنن به نرخی بزرگ، حالا فرض کردیم 10,000 یا که 100,000 یا 20,000 خریده باشند، خریدگی اصلا زیاد شدگی هست. حالا هر سال باید که از این زر زیور چی گوشوار و چی دستمونه و چی از این باید زکات بده. نه دیگه حرام است، یک بی‌برکتی، نحسی، کثرتی، کثافتی رو میارد. خوفی از دست رفتن هر سال باید که از این زر زیور. حالا چرا از خونه زکات نیست؟ از این زر زیور چی هست؟ زکات هست. خونه حاجت ضرورت زندگی هست. این زر زیور برای زینت است. زینت آرایش است. زینت آرایش زکات دارد، حاجتی ضروری زکات ندارد. با استفاده از فرصت که ما در ماه شریف رمضان قرار داریم، دادن زکات در همین ماه شریف رمضان چه جایگاه دارد؟ بعضی نفرم حتی یافت میشند که شاید همو وقتی پرداخت زکات آنها قبل از رمضان آمده است، اما منتظر میشن ماه شریف رمضان برای ادای زکات. پیش اگر حساب کند بدهد، هم اجری در رمضان رو میگیرد، هم اجری زکات رو میدهد. این یک. مسئله دیگری که پیامبر علیه السلام میگوید که وقتی که در ماه مبارک رمضان هر فرضی رو انجام دادید، مثل این که 70 فرض رو انجام دادید. حالا زکات دو در ماه مبارک رمضان مثل این که 70 بار زکات داده است. اعتبار و آبرو عزت دنیا و آخرت برایش میدهد. حتی پیامبر میگوید که فردا روز قیامت انسان‌ها در سایه صدقه خود قرار میگیرند. در اون روزی که نه سایه است، نه درخت است، نه هیچ نجاتی نیست، هیچ کس در فکر هیچ کس نیست، همه در ترس جان خود هست. میگوید هر صدقه دهنده، چی زکات، چی فطر روزه، چی یتیم و بیچاره و بینوا و دیگر وقتی کمک میکند، احسان میکند، نیکی انجام میدهد، در سایه نیکی خودش، در سایه زکات خودش، در سایه صدقه خودش در اونجا نجات مییابد، سبب نجاتش میشود. پرداخت کردن اندازها و دیگر مالیاتی که به حکومت هست، در حکومتایی که زندگی میکنن، همین هم یک نوع دادن زکات و که دادن صدقه، دادن خیر است. تا کجا همین در شریعت؟ در شریعت یک چیزش شرطی شریعت اسلامی، فقه اسلامی این است که زکات دهنده با نیت زکات مبلغش رو جدا کند و با گفتن زکات به همون به شخصیتی که اون رو مالک شود، شخصیتی که مالک شود. لیکن نهادی معین باشد، که نهادی دولتی معین باشد که جمع آوری زکات مردم وظیفه او باشد، وظیفه‌اش باشد و تقسیم کردن اون مخصوص به اویلای کمیزاعت در این صورت اجازت است که بدهد. لیکن نلاگی که یا چیزی که حالا اندازی که فرض کردیم اون دارنده است، این وظیفه دار است که باید اندازش رو بسپارد. این وظیفه دنیوی و شرکت و تجارتش است، باید که اون رو انجام بدهد. اما زکات حق الله است، یعنی باید که به شخصیت‌های معین باید که مالک و صاحب شوند زکات رو. یعنی شریعت انسان رو منع نمیکند از پرداخت کردن اندازها، تشویق میکند، ترغیب میکند. چرا انداز و حالا دیگر مالیات این همه سبب رشد جامعه میشد، رشد ملت و دولت میشد، آسودگی مردم هست، یعنی پیشروی جامعه و پیشروی مردم و آبادانی. یعنی چیز همه اونایی که معلم زیایی که هستند، مقامات قدرتی که هستند، معاش رو از کجا میگیرند؟ باید که انسانی مسلمان در این مسئله باید سهمی تظاهری خود رو باید داشته باشد، در اونجا باید فعال باشد. وظیفه دینیش هست که هیچ وقت از انداز یا که از پرداخت‌های مالیوی باید که خودداری یا که نگریزد، با پرگی پرداخت کند، هیچ وقت یعنی کم نمی شود و برعکس برکت و تجارتش با برکت می شود.